امید سیکس فوت کرد. دوستان یه دونه یوتیوبرای عزیزمون گفتن که امید سیکس فوت کرد. بذارید اینو واسهتون کامل بگم دوستان. امید سیکس عاشق یه دختری میشه که اون دختر خیلی هم دیگه دوست داشتن. متاسفانه خانواده دختر به خاطر اینکه این یوتیوبر بود و همه جای دید بود، به خاطر اینکه خانواده اون مذهبی بود نذاشتن این دوتا با هم دیگه اوکی بشن. به خاطر همین امید اون جدا شدن. امید بعد از مدتی خیلی افسرده شده بود، حوصله‌اش هیچ کاری رو نمیکشید. حتی تو ویدیوهاش هم فنهاش هم میدونن که اون کلا حوصله یه گیم بازی کردن هم نداشت. خدای خیلی سخته عاشق یه دختر باشی به خاطر یوتیوبر بودن تو رو ول کنن. و بهشون گفته بود که کلا یوتیوب ول میکنن. بهش برگشته گفته بودن که حتی یوتیوب ول کنی همه تو رو شناختن دیگه، تو به درد ما نمیخوری، تو دیگه آشنا شدی و ما آدم های بزرگی هستیم، مذهبی هستیم، من حاج آقام، این چیزا کلا نمیتونم تو رو به عنوان دومات پسند کنم. این دوتا جدا شدن دوستان. بعد از یه مدتی امید خیلی افسرده شده بود. یک روزی اون خیلی ماس کرده بود. روزی یک شنبه 1401 اون مس کرده بود دوستان. با ماشین که میرفت متاسفانه به خاطر سرعت غیر مجاز ماشینش ثبت میکنه. ماشینش ایرانی بود دیگه، ماشینش ثبت میکنه و میمیره. دوستان اینجوری بگم که خدا هیچ کس رو عاشق یه دختر نکنه. واقعا عشق درد خیلی بدیه و عشق اونجاش بده که عشقا به هم دیگه نمیرسن. واقعا این حقیقت، عشقا به هم دیگه نمیرسن. دوستان اگه شما عاشق امید بودید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و بهمون کامنت بذارید که امید خدا روحت رو شاد کنه. دیگه کلا نمیتونم بیشتر از این کاری بکنم. نه هرچیش یه دو تا صلوات بخونید واسش دوستان. کلا خیلی وضعیت بدیه واقعا. الان به خانواده امیدم خدا طول صبر بده. کلا صبر بده که واقعا درد خیلی بدیه. یه دونه جوونشون رو از دست دادن، جوون خوشگل که تازه داشت گوش میکرد، تو صحنه یوتیوب هم خیلی پیشرفت کرده بود، تازه داشت به درآمد میرسید. متاسفانه از جونش رو از دست داد. دوستان اگه این اینستاگرامی بود، بلاگر معروف چت پت بود، الان اینستا پر شده بود از این مثل ویدا که کلا به درد نخور بود. ولی این که به درد میخورد ما ازش حمایت نمیکنیم دوستان. لطفا اینو ترند بکنید لطفا. این خیلی خوبه. یه یوتیوبر معروف خیلی رفته بالا، حتما ترندش بکنید. واقعا حال ما هم بده، حال خانواده‌ش هم بده. به خاطر خانواده‌اش اینا رو پخش بکنید، بذارید خانواده‌ش هم خوب باشن، بیشتر به پسرشون توجه کنن. خدا رحمتش کنه. خیلی پسر خوبی بود و منم باهاش خیلی اوکی بودم. قرار شده بود چند تا ویدیو باهاش بذارم که متاسفانه نشد. انشالله فیلم عزاداریش هم بهتون میفرستم، تو کانال آپلود میکنم یا تو کانال تلگرام میذارم. حتما برید ببینید دوستان. خیلی دوستتون دارم. عاشق تک تکتون هستم. انشالله مرگ هیچ کسی رو من نبینم. من که از مرگ متنفرم. کلا مرگ هیچ کسی رو نبینم، حتی مرگ دشمنم رو هم خدا به من عنایت نکنه که ببینم. دوستان کانال ما رو لایک کنید، ویدیو ما رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب و کامنت های انگلیسی و معنی دار بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیوهای بعدی بدرود. بای